به نظر میرسه که میخوایم همه چیزو داشته باشیم: عشق، شهرت، آینده، موفقیت، دوستان، خانواده. اما اگه میتونستی یه چیزی رو توی زندگیت بیشتر از هر چیز دیگه‌ای بخوای، اون چی بود؟ قسمت اول. چند سال قبل نویسنده‌ای برای خوانندگان مجله فوربس نظرسنجی برگزار کرد و سوالی تأمل برانگیز پرسید: اگه بتونید توی یه جمله بگید در زندگیتون چه چیزی رو بیشتر از هر چیز دیگه‌ای میخواید، اون چه خواهد بود؟ در نتایج نظرسنجی خیلی اتفاق جالبی افتاد. مشخص شد که یه سری خواسته‌های مشترک جهانی وجود داره که بسیار فراتر از قومیت، جنسیت یا حتی پیشینه هر کدوم از ماست. یه وجه مشترک که ثابت میکنه اصلا مهم نیست که ما از کجا اومدیم، چه کردیم یا طرز فکرمون چگونه است و به چه کسی رأی میدیم. همگی ما در اعماق وجودمون بسیار به هم شباهت داریم. نتایج اون نظرسنجی در مقاله‌ای تحت عنوان 8 چیز برتر که مردم آرزوشو دارن اما نمیتونن به دست بیارن منتشر شد. حالا قبل از اینکه مطلب رو بیشتر باز کنیم، فقط برای یه دقیقه به عنوان این مقاله فکر کنید. میخوام بگم حقیقت داره و این بسیار غم انگیزه. میلیون ها نفر در این جهان زندگی خودشون رو صرف رسیدن به چیزی میکنن که هرگز به اون نمیرسن یا دستیابی به اون به نظر غیر ممکنه. لیست این خواسته ها شامل شادی، خوشبختی، آرامش، آزادی، تعادل، پول، اعتماد به نفس و رضایت بود. بله، بدیهیه که برخی از این موارد میتونن وسیله‌ای برای رسیدن به هدف باشن. آدم‌ها فکر میکنن که پول، تعادل و اعتماد به نفس میتونه در نهایت موجب شادی و خوشبختی اونا بشه. پس وقتی سعی میکنید که لیستو خلاصه اما دقیق‌تر تحلیل کنید، به بنیادی ترین خواسته هایی که همه میخوان خواهید رسید، که چیزی نیست جز شادی، خوشبختی، آرامش و هدف. شما میتونید در هر زمان و مکانی از هر کسی که میخواید بپرسید و کسی هرگز به شما نخواهد گفت که موارد ذکر شده رو نمیخواد. ممکنه که تمامی عمر خودمون رو صرف رسیدن به این خواسته ها کنیم، یه دنبال کردن بی انتها که در اون سعی میکنیم اون جای خالی درونی خودمون رو پر کنیم، اون نقطه پوچ و خالی که همگی ما اونو درونمون احساس کردیم. چیزی که بیان کردم خلاصه ای از زندگی خودم بود. شاید در ظاهر بیرونی به نظر می رسید که صاحب همه چیز هستم، اما برآورده کردن اون خواسته ها و پر کردن پوچی درونم همیشه غیر ممکن به نظر می رسید. ذهنیت من همیشه این بود که وقتی به فلان مقدار پول و موفقیت برسم، اون وقته که احساس سربلندی و موفقیت حقیقی خواهم کرد و خوشبخت خواهم شد. و بعد از اونه که سعی می کنم تا هدفمو در این دنیا و در این زندگی پیدا کنم. حالا سوال من از شما اینه که شما دنبال چی هستید؟ چه چیزی وجود داره که فکر میکنید اگه بتونید اون و حتی بیشتر از اونو به دست بیارید خوشبخت خواهید شد؟ شاید این به دست آوردن شخص مناسب در زندگیتونه، یا شاید چیزای زیادی رو امتحان کردید و به این نتیجه رسیدید که اصلا شاید مشکل از خودتونه، یا شاید با خودتون گفتید اگه بتونم این مشکل رو برطرف کنم یا فلان چیز رو در مورد خودم تغییر بدم، اون موقع است که قطعاً خوشبختی و شادی رو توی زندگیم خواهم داشت و بعد شاید اون موقع بتونم هدفم رو در زندگی پیدا کنم. و سوال بعدی من از شما اینه که چرا فکر میکنید به دست آوردن اون چیزا میتونه خلأ درونی شما رو پر کنه؟ شاید جوابی که بشه داد این باشه که ذهن شما برای این گونه اندیشیدن طراحی شده. اما باید بدونید که ذهن شما قابلیت برنامه‌ریزی داره، یعنی بر اساس یه برنامه‌ریزی دقیق طراحی شده. فقط با آگاهی از این حقیقت مسیر زندگی شما میتونه تغییر کنه. شما با درک این موضوع میتونید خیلی چیزا رو تغییر بدید. مغز شما زمانی که پا به این دنیا میذارید مثل یه بوم سفیده یا مثل کامپیوتری که هنوز در حافظه اون هیچ برنامه‌ریزی انجام نشده. به مرور زمان با شروع به رشد کردن و با توجه به تأثیری که ما از والدین، معلمان و دوستان خودمون میپذیریم و همچنین مواردی که میخونیم، تماشا میکنیم یا گوش میکنیم، مغز ما شروع به برنامه‌ریزی میکنه. اما مشکل اینجاست که تمامی این موارد که وارد مغز و درون ما میشن و بر اساس اون عملکرد مغز ما و ذهنیت ما شکل میگیره، کاملا خارج از کنترل ما هستن. و برای همینه که اکثر آدما مثل والدینشون فکر میکنن، عبادت میکنن یا حتی باوراشون شبیه والدینشون میشه. و وقتی به این حقیقت فکر میکنید، به احتمال زیاد براتون سوالای زیادی پیش میاد، مثل اینکه اگه موارد برنامه‌ریزی شده در مغز من درست نباشه چی؟ یا مثلا اگه من در جای دیگه‌ای از این دنیا و از والدین دیگه‌ای متولد شده بودم، آیا بازم توی زندگیم همین جوری فکر میکردم؟
آیا باورای من همون باقی میموندن؟ و بعد از این سوال اساسی مطرح میشه. چی میشد اگه تمام چیزایی که ما توی مغزمون براشون برنامه‌ریزی کردیم، مثل احساس شادی و خوشبختی، آرامش و هدفمند بودن، همون چیزایی که در جهان خیلی‌ها دنبالش هستن، اگه در نهایت این چیزا رو به ما ندن چی میشه؟ یکی از ورزشکارای حرفه‌ای مورد علاقه من توی تاریخ تام بردیه. و اگه کسی باشه که من بهش نگاه کنم و بگم این مرد همه چیزو به دست آورده، اون شخص تام بردیه. اون برنده 7 سوپر بول شده و به عقیده سریا بهترین بازیکن فوتبال توی کل تاریخ. اون خوش قیافه است، فوق‌العاده ثروتمنده، یکی از مشهورترین افراد روی کره زمینه و با یه مدل فوق‌العاده ازدواج کرده. با این حال توی یه مصاحبه در سال 2015 بعد از کسب 3مین قهرمانیش این حرفیه که زد. اون گفت پسر، من الان بیشتر از چیزی که فکر می‌کردم میتونم با فوتبال بازی کردن پول در بیارم. من 3 حلقه سوپر بول دارم، اما چرا هنوز فکر میکنم که چیز بزرگتری برای من وجود داشته باشه؟ باید چیزی بیشتر از این باشه. پس به نظر میاد یه نفر اینجاست که همه چی تمومه. قیافه، شهرت، ثروت، موفقیت، خانواده، دوست، اما هنوز احساس میکنه که یه خلأ درونش هست و هنوز پر نشده. یه چیزی اون وسط کمه. تام بردی یه اثبات عینیه که نشون میده هیچ کدوم از چیزایی که فرهنگ ما باعث میشه باور کنیم برای ما رضایت واقعی برمغان نمیارن. واقعیت اینه که اگه ما میخوایم چیزایی که توی زندگیمون نداریم و پیدا کنیم، پس باید تصمیم بگیریم تمام حقایق از پیش تعیین شده داخل ذهنمون رو کنار بذاریم و شروع به حرکت در مسیر جدیدی کنیم و به دنبال حقیقت باشیم. مهم نیست این ما رو به کجا میبره، چون میتونم بگم توی همون مسیر گنجی رو که دنبالش میگشتی پیدا میکنی و نه گنجی که مخفی شده، دفن شده یا به سختی پیدا میشه، بلکه گنجی که قرار بوده پیدا بشه، گنجی که میخواد توسط هر کسی که به دنبالش میگرده پیدا بشه. این گنجیه که میخواد به دستان شما پیدا بشه. پس اگه آماده هستید ویدیوی بعدی رو ببینید و ما یه قدم به یافتن اون نزدیکتر خواهیم شد. درون هر یک از ما یک کتابچه راهنما با دستورالعمل‌هایی به نفع خود ما وجود دارد. قسمت دوم. خب همسر من چند سال پیش برای کریسمس یه ساعت هوشمند برام خرید، اما بعد از باز کردنش من فکر کردم که خرابه، حتی نمیتونستم روشنش کنم، تا وقتی که من دفترچه راهنمای اونو باز کردم و متوجه شدم که اون ساعت چطور کار میکنه. فهمیدم که باید یه برنامه روی گوشیم دانلود و نصب کنم و ساعت رو با استفاده از بلوتوث به برنامه وصل کنم تا شروع به کار کنه. چیزی که من فکر میکردم خرابه، فقط به درستی ازش استفاده نمیکردم. برای خیلی از ما این احساسیه که نسبت به زندگیمون داریم، اینکه یه چیزی خراب شده یا گم شده. اگه فقط یه کتابچه راهنما داشتیم، میتونست عملکرد مورد نظر رو به ما نشون بده و به ما کمک کنه هدفمون رو پیدا کنیم و توی مسیر درست قدم برداریم، مسیری که ما رو به گنج میرسونه. آیا بهش پی میبریم؟ بله. در دهه 1860 یه شیمیدان سوئیسی به نام یوهان فردریک مایسکر اولین کتابچه راهنما رو کشف کرد. 140 سال برای بعضی از باهوشترین افراد روی کره زمین طول کشید تا اونو به طور کامل به نمایش بذارن. این کتابچه راهنما که همه ما در درون خودمون داریم، کد ژنتیکی یا DNA ماست. بعدها کشف شد که همه موجودات زنده دارای DNA هستن که ساختار، طراحی و همچنین عملکردشون رو مشخص می‌کنه. بذارید دوباره بگم، درون همه ما کدی وجود داره که طراحی و عملکرد منحصر به فرد ما رو مشخص میکنه. این کد به قدری پیچیده است و اطلاعات گسترده‌ای رو در خودش جای داده که خوندن این کد بی وقفه و شبانه روز 31 سال طول میکشه. بی وقفه. و این کد منحصر به فرد و فوق‌العاده نه تنها درون شما زندگی میکنه، بلکه در هر یک از 37.2 تریلیون سلول بدن شما وجود داره و طراحی اولیه و دستورالعمل‌های عملکرد مورد نظر شما رو با خودش حمل میکنه. خب
به نظر میرسه درک این موضوع واقعا سخت باشه، درسته؟ اما اگه بهش فکر کنید واقعا هیچ فرقی با کدهای موجود در بازی‌های ویدیویی، وبسایت‌ها و برنامه‌های گوشی‌های ما نداره. من بخش زیادی از زندگی حرفه‌ایمو با فناوری‌ها گذروندم و تیم‌هایی رو تشکیل دادم که همچین برنامه‌هایی رو می‌ساختن. ما در ابتدا به این فکر می‌کنیم که می‌خوایم محصول چه کاری انجام بده، یعنی عمل کرد، و می‌خوایم که چه شکلی باشه، یعنی طراحی، و بعد کدی رو می‌نویسیم تا اونو زنده کنیم. آمازون، تیک تاک، یوتیوب و ماینکرافت همگی کدهایی دارن که طراحی و عملکردشون رو دیکته میکنه. تفاوت در اینجاست. کدی که ما برای این برنامه‌ها ایجاد میکنیم در مقایسه با کد هوشمند و وسیعی که درون ماست یه چیز ابتداییه. یه سوال واضح پیش میاد: چه کسی این کدو نوشته؟ و ما هرگز طرحی رو ندیدیم که توسط کسی خلق نشده باشه. میتونید یکم در این باره فکر کنید. وقتی این موجودات زنده رو در حالت طبیعیشون مشاهده میکنیم، تشخیص عملکردهای مشخص شده اونها راحته. جادوی پشت عملکردهای مبتنی بر DNA اینه که اونا ذاتی هستن. یعنی نیازی نیست که آموزش داده بشن. اونا به طور طبیعی خودشونو با موجود زنده که در اون زندگی میکنن آشنا میکنن. این غرایز یا شهود ماست. به عنوان مثال یه بچه سنجاب رو در نظر بگیرید. یه بچه سنجاب ممکنه بعد از تولد یتیم بشه، اما وقتی که برگا شروع به ریزش میکنن و هوا سردتر میشه، اون سنجاب به طور غریزی شروع به ذخیره بلوط برای زمستونش میکنه. غرایزش بهش میگه که این کارو بکنه و اونم اطاعت میکنه. اگه این کارو نمیکرد وارد مسیر وحشتناکی میشد، به طوری که احتمالاً از گرسنگی میمرد. یا اگه یه بچه اردک بعد از تولد یتیم بشه، وقتی که زمستون میشه حدس میزنید که اون به طور غریزی شروع به پرواز به سمت جنوب میکنه. چرا؟ به خاطر غرایزش. راهنمای درونش بهش میگه که اون کار انجام بده و اون اطاعت میکنه. غرایزش دارن به نفع خودش بهش دستور میدن. و کلی مثال دیگه مثل این هست. هر دونه زنده‌ای دستورالعمل خاص خودش رو روی کدهاش داره تا کمکش کنه توی مسیر درستی پیش بره و کاری رو بکنه که به نفعشه. این برای شما هم همینطوره. همینطور برای من. مشکلی که من بخش زیادی از زندگیمو به خاطرش عذاب کشیدم این بود که من با دستورالعمل‌های درونیم هماهنگ نبودم، چون بیش از حد درگیر چیزایی بودم که دیگران در مورد من فکر می‌کردن. من با کسب درآمد، پیشرفت توی جایگاه حرفه‌ای و اجتماعی و همگام شدن با فرهنگ اطرافم درگیر بودم. و امروز می‌بینیم که بیشتر ما وقتمون رو صرف هماهنگی با تلفن، بازی‌های ویدیویی، کامپیوتر و تلویزیون می‌کنیم. و ما درگیر این چیزا شدیم: توییتر، اینستاگرام، تیک تاک، یوتیوب، نتفلیکس، شبکه‌های تلویزیونی مختلف و چیزهای دیگه. این تقریبا غیر ممکنه که با دستورالعمل‌هایی که به ما داده میشه هماهنگ بشیم. آماده برای ضبط قسمت دوم. و در ویدیوی بعدی چیزی که قراره ببینیم اینه که به همون روشی که میتونیم به راحتی عملکردهای مورد نظر گونه‌های دیگر رو در حالت طبیعیشون مشاهده کنیم، میتونیم به گونه‌های خودمون نگاه کنیم. یعنی اولین تمدن‌ها قبل از اعتیاد به فناوری، جاه طلبی، شهرت و ثروت. و به راحتی میبینیم که رفتارهای ذاتی انسانها در کل جهان با هم هماهنگه. درست همونطور که همه اردک‌ها در کل جهان برای زمستون به سمت جنوب پرواز میکنن. آیا عملکرد شما به همون شکلیه که قرار بوده عمل کنید؟ قسمت سوم. من 3 بچه دارم و همونطور که شما ممکنه بچه‌های خودتون رو داشته باشید یا خواهر و برادر داشته باشید، تعجب نمی کنید اگه بگم که همه اونا خیلی خیلی با هم متفاوتن. دختر بزرگم هنرمند و نویسنده است. پسر وسطیم ورزشکاره و عاشق موسیقیه. و بعد ناکس کوچکترین پسرمه که همه ما معتقد شدیم که او قراره ایندیانا جونز بعدی باشه.
ناکس همه چیزو درباره تمدن‌های باستانی، کشتی‌های غرق شده و گنج‌های مخفی میدونه و کاملا مطمئنه که میدونه شهر گم شده آتلانتیس کجاست. و من در این مورد باهاش بحث نمی‌کنم. یکی از نمایش‌های مورد علاقه شهرهای گم شده است که در اون از فناوری مدرن برای کشف شهرهای باستانی استفاده میشه. من و ناکس این تمدن‌های باستانی رو تماشا و مطالعه کردیم و تشخیص تفاوت‌های اونا راحت بود. از ویژگی‌های فیزیکی، زبان و لباس گرفته تا فرهنگ‌ها و آداب و رسوم. اما چیزی که تشخیصش ساده‌تر بود این بود که رفتارهای ذاتی اولیه در همه اونا دیده میشد. اونم در گروه‌هایی که از هم جدا بودن و از وجود هم خبر نداشتن. وقتی میگم تشخیصش راحته، منظورم اینه که نمیشه اونو نادیده گرفت. در همون حین که ما کشف این تمدن‌های باستانی رو تماشا می‌کردیم، چه از زیر جنگل‌های بارونی در آمریکای جنوبی و چه از زیر ماسه‌های خاورمیانه، پی بردیم که همیشه یک چیز ثابت وجود داره. در مرکز همه این شهرهای باستانی که بالاتر از همه بناهای دیگه قرار داره، همیشه یک معبد پیدا میکنی، جایی که اونها داخلش عبادت میکنن. چرا؟ چون غرایزشون بهشون گفته بود این کارو بکنن و اونا هم اطاعت کردن. یه جستجوی سریع توی گوگل انجام بدید، میتونید بعضی از این بناهای شگفت‌انگیز رو ببینید که هزاران سال در سراسر جهان پابرجا بودن. از آفریقا، آسیا و بین النهرین گرفته تا آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و حتی در جزایر دورافتاده‌ای که در اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام جنوبی مشاهده میشن. فقط یک دقیقه در موردش فکر کنید. از ابتدا کد درون این گروه‌های مختلف از مردم که در هر گوشه‌ای از جهان از وجود هم بی‌خبر بودن، این باورها رو ایجاد کرده. نکته اول، اونها حاصل خلقت هستن. نکته دوم، باید یه بنای تاریخی برای کسی که اونها رو خلق کرده بسازن. و نکته سوم، خالقشون رو پرستش کنن. احتمال وقوع اتفاقی این به معنای واقعی کلمه 1 در تریلیون هاست. و به همون اندازه که جذابه، رشته های مشترک رفتاری ذاتی انسان به همین جا ختم نمیشه. نه تنها اجداد باستانی ما و همه انسان‌ها در حالت طبیعیشون ذاتاً باور داشتن که آفریده شدن و میل طبیعی به پرستش خالقشون رو داشتن، بلکه باور داشتن میتونن به نوعی با اون خالق ارتباط برقرار کنن. غرایز طبیعی ما از ابتدا فقط پرستش نبوده، بلکه دعا هم بوده. با توجه به دایره المعارف دنیای جدید، انسانشناسان در حال حاضر باور دارن که انسان‌های اولیه کاری رو انجام میدادن که ما امروز اونو با عنوان دعا میشناسیم. اولین دعاهای مکتوب بیش از 5000 سال قدمت دارن. وقتی این احتمال رو محاسبه میکنیم که گروه‌های مختلفی از مردم در سراسر جهان بودن که همشون معابد میساختن، شانس همچین اتفاقی باز 1 در تریلیون هاست. اما وقتی به این واقعیت نگاه میکنیم که همشون باور داشتن میتونن با اون خالق ارتباط برقرار کنن، اعداد غیر قابل درک میشن. تنها توضیح قابل قبول اینه که اونها بر اساس غریزشون عمل میکردن، چیزی که در اعماق دی ان ای اونها نوشته شده بود. مشکل اینه که خیلی از مردم این دروغ رو قبول کردن که با پذیرش این حقیقت اولیه دیگه نمیتونن علم و باور کنن، در حالی که این علمی ترین توضیحیه که در حال حاضر برای رفتار انسان وجود داره. در اکتبر سال 2004 مجله تایم مقاله‌ای رو با این عنوان منتشر کرد: ژن خدا، آیا دی ان ای ما رو وادار میکنه که به دنبال یک قدرت برتر باشیم؟ باور کنید یا نه، برخی از دانشمندان میگن بله. این مقاله توضیح میده که چطور زیست شناسان مولکولی حالا باور دارن که ژن یا الگوهای ژنی دقیقی رو در دی ان ای ما پیدا کردن که این اعمال رو ایجاد میکنن. و خب وقتی من در موردش فکر کردم، این چیزی بود که برای من بدیهی بود، مثل روز روشن بود. چیزی که معلوم شد این بود: قرار بر این بوده که من با خدا ارتباط داشته باشم. اون میخواد که من باهاش صحبت کنم و میخواد که در مرکز زندگی من باشه.
انقدر شدید اینو میخواد که اونو در دی ان ای من نوشته تا غرایز من به معنای واقعی کلمه منو به سمت اون هدایت کنه. من برای انجام این کارها خلق شدم و هیچ کدوم از اونها رو انجام نمیدادم. و بر اساس این آشکارسازی این دیگه شوکه کننده نیست که زندگی من از مسیر خارج شده و چیزی گم شده. پس حالا بذارید این سوالو از شما بپرسم. اگه احساس میکنید زندگیتون از مسیر درست خارج شده، انگار یه خلایی هست که به نظر میاد نمیتونید پرش کنید، چیزی توی زندگیتون گم شده، سوال من از شما اینه که آیا به شکلی که باید عمل کنید عمل میکنید؟ آیا کاری که به خاطرش خلق شدید و انجام میدید؟ اگه اینطور نیست، من امیدوارم که شما اینو ببینید که این ارتباط قطع شده بین ما و خدا منشأ خلأ درون ماست. خلایی که من برای مدتی طولانی ناامیدانه سعی کرده بودم با هر چیزی که اطرافم بود پرش کنم، به جز چیزی که قرار بود. پس این بدیهیه که ما نیاز داریم دوباره با خداوند ارتباط برقرار کنیم. سوالی که پیش میاد اینه که چطور؟ اصلا از کجا شروع کنیم؟ و من در تلاش برای پاسخ به این سوال 10 سال از عمرم رو صرف مطالعه ادیان مختلف جهان و فلسفه رواقی، تمرین یوگا و مدیتیشن کردم و بیشتر از چیزی که یادمه کتاب‌های خودیاری و عصر جدید خوندم. اما تنها کتابی که هیچ وقت باز نکردم کتاب مقدس بود. باید بگم که من از کودکی به کلیسا رفتم، اما مثل خیلی از افراد دیگه به محض اینکه از خونه پدر و مادرم رفتم این کارو کنار گذاشتم. وقتی یاد عیسی میافتادم به سیاستمدارایی فکر میکردم که دوستشون نداشتم، واعظایی که توی تلویزیون فقط به دنبال پول بودن، افراد ریاکاری که میشناختم یا افرادی که منو قضاوت کرده بودن و به من آسیب زده بودن. اما من به این نقطه عطف توی زندگیم فکر کردم. متوجه شدم بعضی از برنامه‌نویسی‌های ذهن من ممکنه درست نباشن. پس تصمیم گرفتم آموزه های عیسی رو بدون هیچ پیش داوری و هیچ نظر قبلی بخونم یا حداقل تلاشمو بکنم. و همینطور که میخوندم به این پی بردم که عیسی میگه برای قضاوت و محکوم کردن مردم نیومده، بلکه برای نجات اونها اومده. و به جای اینکه با ایمانداران دور هم جمع بشن، با رانده شدگان وقت میگذرونده و میگه پادشاهی خدا برای همه است. و به جای تمرکز روی تعداد زیادی از قوانین میگه همه چیز در عشق بی‌نهایت به خدا خلاصه میشه و اینکه همونطور که خودمون رو دوست داریم دیگران رو دوست داشته باشیم. در آموزه های اون من عیسایی رو پیدا کردم که با عیسایی که فکر میکردم میشناسم خیلی فرق داشت. اما وقتی که هدف او رو فهمیدم، این چراغ به روی من روشن شد و من به تمام تمدن‌های باستانی در گذشته فکر کردم و متوجه شدم که رشته مشترک دیگه‌ای از طبیعت غریزی انسان‌ها وجود داره که من از دستش داده بودم. این دیوونه کننده است، چون این خیلی بدیهیه. و بله، همیشه یک معبد در مرکز این تمدن‌های باستانی وجود داره، اما وقتی با دقت بیشتری نگاه می‌کنید چیزی که می‌بینید اینه که در مرکز یا بالای تمام این معابد باستانی همیشه یک محراب خواهید یافت. احیا در حال بازگشت به نقطه مبدأ ماست تا بتونیم دوباره نو بشیم. قسمت 4. یکی از برنامه‌های تلویزیونی مورد علاقه من که با خانواده‌ام تماشا می‌کنم برنامه رقابت واقعی بازمانده هاست. توی این برنامه گروهی رو توی جزیره رها می‌کنن، جایی که اونها باید با هم کار کنن تا سرپناهی درست کنن، آتیش را بندازن، غذا پیدا کنن و با کمک عناصر طبیعت زنده بمونن. همشون دارن توی این چالش‌ها با همدیگه رقابت می‌کنن، تلاش می‌کنن تا به پایان مسابقه برسن و برنده جایزه $1,000,000 بشن. در طول یک فصل از این برنامه مجری داشت توی جنگل، توی جزیره دور افتاده قدم می‌زد، جایی که مسابقه در اون برگزار میشد و داستان زندگی مردم بومی که مدت‌ها پیش در این جزیره زندگی می‌کردن و تعریف می‌کرد. میگفت قبیله‌ها به جنگ با دشمنشون در جزایر نزدیک می‌رفتن، برمیگشتن و خون قربانی‌ها رو پیشکش می‌کردن تا گناهانشون توی جنگ بخشیده بشه و بتونن رابطه‌شون با خدا رو برگردونن. بعد از اینکه مدتی به این موضوع فکر کردم، سوال من این بود: کی به اونا گفته بود این کارو انجام بدن؟ این یه قبیله بومی و دورافتاده از مردم بود که
توی جزیره گرمسیری در وسط اقیانوس آرام جنوبی زندگی می‌کردن. این سیستم اعتقادی از کجا نشأت گرفته؟ پیشکش خون قربانی برای آمرزش گناهان و برای برگردوندن رابطه با خدا، این تقریباً در ابتدای هر تمدن بشری ریشه داره. انسانشناسان شواهدی از این رفتار رو در سراسر جهان پیدا کردند. چین، ژاپن، هند، اروپا، آفریقا، یونان، مصر، خاورمیانه، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، قطب شمال، جزایر هاوایی و زنجیره جزایر دورافتاده در اقیانوس آرام جنوبی. طبق دانشنامه بریتانیکا، قربانی کردن و دعا همیشه از اعمال اساسی پرستش بوده. حالا قبل از اینکه جلوتر بریم بذارید من یه دقیقه مکث کنم، چون درک ایده قربانی کردن حداقل برای من بسیار سخته. به حدی که اگه در یه آیین قربانی کردن با کسی برخورد کنم که حیوانی رو میکشه، احتمالاً با پلیس تماس بگیرم. چطور ممکنه کسی به این فکر کنه؟ یا طبق بحث ما، چطور ممکنه هر تمدن بشری مستقل از هم در سراسر جهان به همچین چیزی فکر کنه؟ بازم احتمال همچین چیزی 1 در تریلیون هاست و تنها توضیحی که براش هست اینه که غریزی بوده. اما چرا؟ و من برای این سوال جوابی ندارم. اما من کلی از این سوالا دارم که نمیشه بهشون پاسخ داد. مثلا چرا بعضی از حیوانات برای کشتن و خوردن حیوانات دیگه ساخته شدن؟ چرا همه حیوانات نمیتونن گیاهانو بخورن و با هم کنار بیان؟ اما همونطور که همه ما حین تماشای شیرشاه با التون جان آهنگشو زمزمه کردیم، میدونیم که دنیای ما قراره اینطور پیش بره و هیچ کدوم از ما نمیتونیم این واقعیت رو قبول نکنیم، چه دوستش داشته باشیم چه دوستش نداشته باشیم. و همونطور که میتونیم در معابدی که در نقاط مختلف جهان ساخته شدن شباهت‌هایی ببینیم، در این اعمال قربانی کردن هم میشه نقاط مشترکی دید، به خصوص وقتی صحبت از پاکی یا خالص بودن میشه. بیشتر انسان‌های اولیه که این مراسم انجام میدادن معتقد بودن که هر چقدر قربانی خالص‌تر باشه برای خالق خوشایندتره و در نتیجه مؤثرتر خواهد بود. برای همین خیلی عادی بود که مردم بهترین دام‌هاشون رو به عنوان قربانی می‌آوردن. این نشون میداد که اونها بهترین های خودشون رو به خدا پیشکش میکنن. و خب همونطور که در مورد این فکر میکردم، در نهایت سوالات بیشتری برام پیش اومد. مثلا اینکه این افراد از کجا میدونستن که نیاز به احیا دارن؟ اصلا این ایده اخلاق و مفاهیم درست و غلط از کجا می اومده؟ و چیزی که من پیدا کردم این بود که پاسخ‌ها یک بار دیگه از کد داخلی ما سرچشمه میگیره. اگه شما امروز به هر جایی از جهان سفر کنید، مهم نیست کجا، شما یه سری ثابت‌های اخلاقی رو می‌بینید. چیزای خاصی هست که تقریباً همه انسان‌ها اونا رو اشتباه می‌دونن. به عنوان مثال قتل، دزدی، دروغگویی، خیانت و زنا. و این کد اخلاقی چیزی نیست که به عنوان رفتار آموخته شده منتقل شده باشه، بلکه چیزیه که از درون ما سرچشمه میگیره. و حالا باور بر اینه که حتی قبل از این که حرف زدن یاد بگیریم، اینها برای ما آشکار بوده. با توجه به روانشناسی امروز، تحقیقات زیادی هست که غرایز اخلاقی پیچیده کودکان خردسالو نشون میده. از جمله نوزادهایی که خیلی کوچکتر از اون هستن که بشه اینا رو بهشون ربط داد. نوزادها اینا رو ابراز میکنن: همدلی، انصاف، عدالت و توانایی قضاوت درباره خوب و بد بودن رفتار انسان. پس اگه مردم این غرایز رو داشتن که بدونن چه زمانی کار اشتباهی انجام دادن، پس همیشه میدونستن که چه زمانی نیاز به طلب بخشش و احیا دارن، اونم با کسی که همون قوانین اخلاقی رو براشون ایجاد کرده. و اینجاست که داستان و هدف عیسی نه تنها برای من معنا پیدا کرد، بلکه این تنها پاسخ عقلانی به خلأ موجود در انسانی بود که من تا به حال باهاش روبرو شده بودم. عیسی اومد تا خودشو به عنوان یک قربانی برای بخشش گناهان مردم پیشکش کنه و اینکه این قربانی بی‌نقص و کامل چرخه بی‌پایان قربانی‌های خونین رو که از ابتدا وجود داشت خواهد شکست. و دقیقاً این کار رو هم انجام داد. فقط یه نگاه به جدول زمانی تاریخ بندازید. بعد از اومدن عیسی، این عمل غریزی در سراسر جهان از بین رفت. این برای من و شما چه معنایی داره؟ چطور میتونه مشکلات ما رو حل کنه؟
شادی، آرامش و هدف و در این زندگی برای ما به ارمغان بیاره؟ پاسخ این سوالات رو در ویدیوی بعدی با هم خواهیم یافت. یه زندگی سرشار از شادی، یه ذهن آرام و یه زندگی با هدفی واقعی به شما نزدیکتر از چیزیه که فکر میکنید. قسمت 5. چند تا داستان هست که جوری بر جهان و فرهنگ ما تأثیر گذاشته که وقتی بهشون اشاره میشه دقیقاً متوجه میشیم که موضوع چیه. جنگ ستارگان، هری پاتر، ارباب حلقه ها، ماتریکس. شاید این فیلم ها رو بارها و بارها دیدید، شاید هم ندیدید، اما حداقل در مورد داستانشون شنیدید. و خارج از نویسندگی عالی، بازیگری و جلوه های ویژه، وجه مشترک این داستان ها اینه که در مرکز همه این داستان ها ظهور یک نجات دهنده نهفته شده. حتی فیلم لگو هم درباره ظهور یک معماره که قراره دنیا رو نجات بده. فیلم خوبیه، ببینیدش. و دلیل این که این ایده برای ما تداعی میشه اینه که از معروفترین داستانی که تا به حال گفته شده، یعنی داستان عیسی مسیح، نشأت میگیره. اگه هرگز داستان عیسی رو نشنیدید بهتون میگم همه مردم از همون ابتدا گناه کردن و ارتباطشون رو با خدا قطع کردن و از اون زمان تا الان مردم قربانگاه‌ها یا مذبح‌هایی ساختن و به سوی خدا دعا کردن و برای بخشش گناهانشون قربانی کردن، اما هیچ وقت نتونستن این ارتباط رو به طور ابدی برقرار کنن تا خلأ درونشون رو پر کنن، چون فقط خدا میتونه اون خلأ رو پر کنه. پس خدا به خاطر محبتی که به ما داشت یک قربانی کامل و بدون نقص و مقدس برای هر کسی که او رو دریافت کنه فرستاد که پیوند اونها با خدا رو برگردوند و اونها رو سرشار از روح کرد. و این ارتباط بازسازی شده دیگه هیچ وقت قطع نمیشه و در طول زندگی همه ما و تا ابد ادامه خواهد داشت. برای مدت طولانی من میدیدم که چطور داستان و هدف عیسی همه این موارد رو حل کرد، اینکه چطور پاسخی برای تمام مشکلات من بود، اما من در برابرش مقاومت میکردم و تسلیمش نمیشدم. من در مورد عیسی چیزایی میدونستم اما عیسی رو نمیشناختم. و یه روز یه نفر به من پیشنهاد کرد کتابی رو بخونم به نام پرونده مسیح. این کتاب توسط یه روزنامه‌نگار تحقیقی آگنوستیک یا ندانمگرا نوشته شده بود که تحقیقات گسترده‌ای در مورد زندگی و داستان عیسی انجام داده بود و قصد داشت ثابت کنه که اینها اشتباهه. اما در پایان تحقیقاتش بر اساس شواهد تجربی خیلی زیادی به این نتیجه رسید که باور به این که داستان عیسی حقیقت نداره بیشتر به ایمان نیاز داره تا اینکه باور کنیم حقیقت داره. فقط بر اساس 300 پیشگویی که در مورد عیسی انجام شده بود که هزاران سال قبل از تولد اون گفته شده بود و عیسی هر یک از اونا رو برآورده کرد، احتمالش بی نهایت فراتر از اعداد و ارقامه که اون نجات دهنده است و برای من و شما اومده. و اگه درسته منطقیه که بعد از 2000 سال تولد، مرگ و رستاخیز اون مشهورترین داستانی باشه که تا به حال گفته شده. یا مجله تایم که بعد از استفاده از یه تحلیل داده محور محاسباتی به این نتیجه رسید که عیسی مهمترین فردیه که تا به حال روی زمین قدم گذاشته. و منطقیه که هر بار که تاریخ روز رو مشخص میکنیم به یاد میاریم که چندین سال پیش بود که او آگاهانه بر روی صلیب جان خودش رو داد تا برای من و شما قربانی بشه. و منطقیه که از اون زمان با گسترش این داستان و پیدا شدن این گنج، عمل قربانی خونین در سراسر جهان از هم پاشیده. مطمئن نیستم که این کی اتفاق افتاد. تنها چیزی که میدونم اینه که یه روزی دیدم تنها توی سکوت داشتم به سوی خدا دعا میکردم. بهش گفتم چقدر متاسفم که اونو نادیده گرفتم، اینکه باهاش صحبت نمیکردم، اینکه اون رو پرستش نمیکردم. ازش تشکر کردم که بی خیال من نشد، به خاطر اینکه حاضر بود منو ببخشه، به خاطر تمام کارهایی که در زمانی که ازش جدا بودم انجام
من ازش تشکر کردم که عیسی رو فرستاد تا به عنوان قربانی گناهان من از دنیا بره و بهش گفتم که آمادم تا او رو در مرکز زندگیم قرار بدم و اون وقت بود که گنجم رو طلب کردم. من این فداکاری عیسی رو با قلب و جان پذیرفتم و از خدا خواستم منو ببخشه، با من ارتباط برقرار کنه و خلأ عمیق درونم رو با روح خودش پر کنه. و در اون لحظه هر شکی که باقی مونده بود از بین رفت. نه به خاطر چیزی که توی ذهنم میدونستم، بلکه به خاطر چیزی که توی قلبم تجربه کردم. من حضور خدا رو در کنار خودم احساس کردم و این اشکم رو در آورد. من عشق و خوشبختی و آرامشی رو که به دنبالش بودم پیدا کرده بودم و این گنج که زندگی من تغییر داد در دسترس شماست. هیچ استثنایی وجود نداره، چه یهودی، چه بودایی، چه یه یوگی عصر جدید باشید یا وجود خدا رو در تمام عمرتون انکار کرده باشید، این گنج برای شماست. که لازم باشه براش زحمت بکشید یا کار انسانی کنید تا به دستش بیارید. این هدیه‌ایه که به کسی داده میشه که او رو میپذیره، چون خدا شما رو دوست داره. اون همیشه منتظر شما بوده، میخواد شما رو در محبت و لطف و فیض خودش غرق کنه. اون میخواد با شما در ارتباط باشه و برای زندگی شما برنامه و هدفی داره. اگه حاضرید که بالاخره اون خلأ درونتون رو پر کنید، تنها کاری که باید انجام بدید اینه که همین الان این دعا رو با من بخونید. فقط بگید خدایا متاسفم که این همه مدت تو رو در زندگیم نادیده گرفتم. ممنونم که از من دست نکشیدی. من میدونم که کامل نیستم خداوند، میدونم که گناهکارم، اما حاضرم تو رو در مرکز زندگیم قرار بدم و از تو پیروی کنم. خداوند از تو ممنونم که عیسی رو فرستادی تا برای گناهان من قربانی بشه. خداوندا من این فداکاری عیسی رو با قلب و جان میپذیرم. لطفاً منو ببخش و منو سرشار از روح القدس کن. اگه الان این دعا رو با من خوندید، بدونید که روح خدا درون شما زندگی میکنه و شما برای یک زندگی با شادی، خوشبختی، آرامش و هدف از نو زاده شدید. اگه با من هم دعا شدید و این دعا رو خوندید و هنوز در جستجو هستید، در هر صورت مطمئن بشید که لینک ارتباط ما رو داشته باشید. ما کمکتون میکنیم تا پاسخ سوال هاتون رو پیدا کنید و یا کمکتون میکنیم تا قدم بعدی رو بردارید.